دولت دینی خیلی دولت خوبی است، ولی دین دولتی نمیدونم، باید بحث کنیم. دین نباید دست دولت بدیم، دین دست کارشناسای خودشونه هست. دین دست علماست، حوزه هاست، مراجع، صاحب نظران، فرهیختگان، دلسوزان. اونا باید بیان تبلیغ دین رو انجام بدن. دولت هم باید کمک کنه، حمایت بکنه، همه اینا درسته. شما فکر کردید اگر دولت تصمیم گرفت یک فیلم خیلی خوب ساخته میشه؟ با پول درست نمیشه. باید هنرمند به میدان بیاد. البته دولت هم باید کمک کنه، حمایت کنه. اون هنر جوششش از ذوق خود هنرمنده، از دنیای تخیل خود اون هنرمنده، از عشق اون هنرمنده.